اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. شیخ شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم در دیدار با رئیس اجرایی پروژه تاپی و هیئت همراهش گفت تمام شرایط لازم از جمله امنیت مطمئن برای تطبیق پروژه تاپی در افغانستان فراهم شده است و باید کار این پروژه آغاز شود. آقای دلاور افزود امارت اسلامی در راستای تطبیق این پروژه از هیچ گونه تلاش دریغ نمی کند. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در مراسم اختتامیه برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت امارت اسلامی افغانستان متعهد به آزادی بیان است. وی افزود پس از عفو عمومی هیچ کس حق ندارد که از کس انتقام گیرد. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید در جریان 2 سال گذشته بیش از 200 تن دکتر برای ارتقای ظرفیت و آموزش بیشتر در بخش‌های صحی به کشورهای خارجی اعزام شده اند. ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت معادن و پترولیم در نشست بزرگ مردمی زیر نام ملت آسوده و نظام مسئول در تخار گفت دشمنان نظام اسلامی هیچگاه خواهان استقلال و نظام واحد در افغانستان نیستند. قاری فصیح الدین فطرت لوی درستیز قوای مسلح در نشست بزرگ مردمی زیر نام ملت آسوده و نظام مسئول در تخار گفت با حاکمیت امارت اسلامی در کشور یک بار دیگر میان افغانها وحدت ملی به میان آمده است و دسیسه شوم دشمنان خنثی شده است. محمود از ولایت فرا اول نمره عمومی کانکور اعلام شد. وی با اخذ 359.16 نمره اول نمره عمومی کانکور سال 1402 خورشیدی اعلام شد. قاری محمد یوسف احمدی رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی در مراسم اختتامیه برنامه حسابدهی دولت به ملت این پروسه را یک پروسه کامیاب خواند که در آن گزارش از کارکردهای سال گذشته نهادهای دولتی با مردم شریک شد. شاروالی کابل میگوید در ناحیه پنجم بر سر پیاده‌روها تاسیسات غیر قانونی و موانع پاکسازی گردید.